سلام، شما بیننده قسمت سوم برنامه جدی طنزه هستید. مهمون امروزمون مجهول و راجع به موضوع طلاق با هم گفتگو میکنیم. سلام مجهول، چرا کیپی انقدر حالا؟ نیستیم بد دادا، مرسی از دعوتت، ولی چرا مبحث طلاق باشه تیترین قسمت بالا؟ هیچی، صرفا چون نیست دورو برم باشه ایشکی انقدر باش کرده باشه دست و پنجه نرم. پس رو طنز تلخ پیش میرم من باهات، من خودم بچه طلاقم، همین اسم بسته برا من. کمکو تو راه جنگ میدن و خمسال من مثل قزه خرابن، سرد شبامم نمیدونی چقدر آدمو زدن نرف پشت سر من راحت. این یه ور اون یه ور، من نوام گرو هشته الانم مشکلو باید ببینی که ریشش کجاست. بله این شده بیشتر شعار بگو دلیل چیه که گاهی زن و هرز میرن که شلوار مرد تو این شهر دوتاست. اعتیاد به مصرف مواد یکی از دلایلش، مرد خونه نبود اکثر شبا نمیکردم و ولش. خونه زندگی و دود توی بدهی و قرض روی هنسی و پودر مست، خونه دلکی و خورد توی گلگی و ترسومه ترکید و موند زخم. مهمترین دلیل خیانته که میاد از اختلاف عقاید فکری، همین باعث این میشه که مرد و زن سرد بشن تو روابط جنسی تنوع طلبی. چاشنی میشه با غذا چه اساسی، برا مثال استفاده نادرست از فضای مجازی، جامعه درنده خو، محدودیت حاصل فرهنگ زور، پرشو چید کرد تو قفس چون عاشق پرنده بود. جالبه چی پشت این اتفاق است که نتیجهش تکرر اشتباه است. رشد بی علم ما هاست، تشم عدم تحقق انتظار است. گرایش فردی تمایلات و خودخواهی میشه تکمیل تراوشات و بعدم فقط مجاب میکنه خودشو گاهی هم بده کتکاری سنگین شه از وجدان. خب اینه الان سوال که این موارد چقدر میتونه مخرب باشه تو بطن داستان. مطمئنن که بیشترین تاثیر این قضیه ها روی بچه هاست. یاد خودم افتادم از بحثمون. ای بابا تو که در وردی اشکمونو خیال دادا غمت نباشه، منم مثل خودتم میکنم درکت خوب. میدونی عوارضش خطرناکه، چش بد میگیرن رو کسی که قلبم پاکه، میشی آدم افسرده و گوشه گیر که دیگه واسه شنگاری هدف خاکه. کاش فقط همینا بود ارتعاشش، خیلی ها از اینا سوء استفاده میکنن. این جدی طنز شاید باورت نشه ولی تاثیرش رو ازدواج تو حس میکنی. آجی کردم مفاز تو فس بی خودی خلاص شرمنده، ترجیح میدم ندم ادامه که دیگه شما ناراحت نشی دوباره اب بنده. چیزی داری اضافهش کنی؟ نه فقط این که قضاوت نکنید، هیچ آدمی هیچ وقت هیچ جا ورق زندگیش با تیغ عدالت نبرید. مرسی مجهول، مخلصم.